بکشش. منتظر چی هستی پیلوت؟ او را بزن. نه بکشش. یک نفره از پشت سر زدن به ما نمیزه به اوی گار. از پشت سر زدن کار نفرای ترسو است. به همین خاطر حالا دیگه روی تا دور بده. با تو گفتم که روی تا دور بده. اگه زیاد به تشویش روی ما هستی بیاده پیش رویم استاد شو. به یه احمق اجازه نده که گپ بزنه پیلوت. بکشش که خلاص شوه. ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. حالا پیلوت اگه گپایت خلاص شده بزنش که بغم شویم. تو کی هستی او آدم؟ ها؟ تو دیگه چه قسم یک جنس هستی بچهش؟ دخترای لاکو که بره مثل دو مرد با هم گپ میزنیم. کدام دختره؟ اویگار ای دختر کی است بچه؟ باز پسان کلی چیزا برات میگم پیلوت. اول سر یه احمق زیر بالش گو. بسیار خوب. چی شده احمق؟ ها؟ نه که ترسیدی؟ چی شده؟ احمق!
سفدا؟ سفدا کجاست؟ سفدا را فرار داده. او آدم کی است ودت؟ او آدم در تاریکی هم میدید. حرکت کنین. حالا حالا در موتر بالا شو. زخمی شدین، حالا باید چی کنیم؟ چیز مهمی نیست. باشین من کمکتون کنم. نه یه خون نشان خون است. ما زدمش. اما زیاد خونریزی داری. دا اونجا هستن میرن. صبر کن. دا موتر سفداست. اویگار تو همراه ما بیا. شما در موترهای دیگه ما رو تعقیب کنین. حالا 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 زود شوین. ای وای میاین حالا باید چی کنیم؟ آرام باش. خدایا خودت کمکم کن. اویگار تو همراه کی خود زدی او آدم؟ این نفر کی است گفتم؟ هر کسی که باشه پیلوت. مادم اونجا برای گفتم که بکشش. چرا نکشتش احمق؟ سولو همینجا بریک بگی اویگار. تو مرا چی فکر کردی بچم؟ نه که من نوکر تو هستم. همین که بگویی بزن ما هم بزنم. لودم رای نکی گپه. از یادت رفته که تو از ما یک جان قرضدار هستی. نمیگفتی هر وقت که بخوایمت دویده میایی؟ خیال نامده. اویگار تو هم که تو چشمای لقت دیدی. درست وقتی که میخواستم بزنم و آدم در تاریکی سر مملکت. آدم خفاشواری بود. بیبی اویگار ای آدم مثل دیگه کسا نیست. من برات گفته باشم. اما تو نیست بدت. آدم خوب است پیلوت. خب خیر. او دختر کی است اویگار؟ سفدار میگی؟ او دوست دخترم است احمق. گفتی دوست دخترت است؟ بله دوست دخترم است. اما به من هیچ جو قسم معلوم نمیشد اویگار. همراهی او آدم به خوشی فرار کرد. تو هیچ چیز نمیفهمی باز گپا میزنی پیلوت. او آدم خانواده دختر تهدید به مرگ کرده بود. دختر به او خاطر همراهش رفت. دختر پیش ما آمده بود. حفاظت کرده نتونستمش. دختر را که دوست دارم نجات داده نتونستم. تو میفهمی که او همراه مردم چی کارایی که کرده؟ باز تو پیش روی من آمده میگه که نوکر تو نیستم احمق. وای بیشرف وای بیشرف وای. تیز برو ودت که مریض به تیمه خواهیم رو از بین ببرم. حالا بعد از این اگه زامبی هم شوه و لگ از دستم خطا بخوره. تیز برو ودت. حالا از دستتون زیاد خون میره. ما باید به شفاخانه بریم. نه به شفاخانه رفتن نمیتونیم. ده اونجا ما را پیدا میکنن. کی است؟ مادرم. جواب نمیتی؟ چی برش بگویم که آدم های مسلح در تعقیبم هستن. خدا لعنتتون چی شده؟ چرا استاد شدین؟ چراغ سرخ است. دقار خدا شوه. حال گریش میکنیم. حالا پایین شوین. اصلتان هم پود کنین. متوجه باشین کسی نبینه. پایین شوین حالا اونا میاین.
صدف با آرن زدن نمیتونی که چراغ سبز کنی. دستایش برد یک تبلیت از متی برم. تبلیت چی میکنی؟ لطفا در این وقت از من چیز پرسان نکن. هرچی میگم همه تو کن. درست از پرسان نمیکنم. آرام میباشم. آرام میباشم. میاین نزدیک شدن. شما در این وقت چی میکنین؟ حالا یک چیز بگوین. نه شما چی میکنین؟ یک دقیقه چرا آرام فقط باش. میگین آرام باشم؟ من چی کنم ها؟ نزدیک میشن. حالا باید چی کنیم؟ اینه خب گفتم میتونین نزدیک میشن. حالا آمدن. میاین. اینه کار ما شد. وداد چی گپ است؟ حتما چراغا خراب است. بگیره هرچی که من میگم همه تو کن. میرن. حالا دیگه زود برو وداد حالا. زود شوین. موتور بیشی حالا زود باش. حالم رو چی کنیم ها؟ وقتی من برات گفتم باز دکمه راسته بزن. درست است. بزن. زدم. چی حال است بچه؟ چراغ سرخ شد. به خاطر فرار کردن همراه چراغا بازی کرد. چطور این کار کرد آدم احمق؟ مرد تاریکی ها رئیس چراغان برآمده متونست. این نفر کی است؟ چه قسم این کارا را کردین؟ من نکردم تو کردی. من خود چیزی نکردم. گفتین بزن مام زدم. حالا برام بگوین چه قسم این کارا را کردین؟ کار سخت نیست. چراغای ترافیک اینجا بدون سیم کار میکنن. فقط لازم است که یک بار داخلشان شوی. این کارا را از کجا میفهمین؟ کماتون دی بارم میفهمم. پس تبلیت در جایش مان. نمیفهمم. او آدم از پیش روی ما فرار کرد و ما هم هیچ کاری کردن نتونستیم. راستش چیزایی است که مام نمیفهمم. تو یک بار دم گوشا یک استاد بکویدد. چی گپ است پیلوت؟ پایین شویگار. حالا تا که مثل آدمای هوشیار گپ بزنیم. کاری که کله مرا خراب بسازنه او کارا نمیکنم. فهمیدی؟ حالا قصه کو برم. اویگار ای آدم کی است؟ مشکلش همراه تو چی است؟ چرا دوست دخترت فرار داد؟ خانواده دخترت چرا به مرگ تهدید میکنه؟ حالا بگو دیگه، به خاطر که ما بفهمیم. والا ما هم چیزای زیاده را هیچ نمیفهمم پیلوت. فقط نامش میفهمم. علی و دیگه ملا صاحبم است. گفتی ملا صاحب؟ ها. شنیدی بدد؟ او آدم ملا صاحب است. ملا بچه شنیدم پیلوت. ملا صاحب ها؟ ملا صاحب علی. او قدر نفرها را به تنهایی زدین، او هم در تاریکی. برو میگم کارت ما را یاد دارین، گپی نیست. اما فقط خویی نیست. او چراغای ترافیک چه قسم تبدیل کردین ها؟ من خود نفهمیدم شما واقعا چه قسم یک ملاستین. ملا صاحب نیستم، شاید به مو خاطر باشه. حتما فضایی هستین. انسانایی که اسرارهای زیادی می داشته باشن حتما قدرت‌های زیادی هم دارین نی؟ به غیر از این قدرت‌های خاص دگان دارین؟ رفته به تشویش شدم. به خدا به تشویش نشو. من واقعا نمیفهمم. هم ملا صاحب لط کردن هستین، هم یک راننده بسرعت، و همون تو ملا هم هکر هستین نی؟ از هر کلکتون 4 دانه هنر میریزه. 4؟ چی؟ 4 دانه را حساب کردی؟
مطمئن هستم که دیگه هنرام دارین. من فقط خواستم پیش از پیش براتون بگویم. زیاد درد میکنه؟ نه یکم درد داره. بچم بیبی مطمئن هستی؟ این ملا صاحب است؟ امو ملا صاحبی است که ما میپالمش؟ امو از پیلوت. نام آدرس همه چیز یک قسم است. تو این کارا بیبی به خدا. اویگار درباره ای آدم چیز دیگه میفهمی؟ اگه میفهمی برام بگو، به خاطر که میخوایم ما هم نظر به مو پیش بریم. یعنی گفتم نه که چیز زیاد نمیفهمم پیلوت. فقط او آدم در گذشته کارهای غیر قانونی بسیار زیاد کرده. باز پس آن از کل چیز دست کشیده و یعنی الا کرده. اگه الا کردنش قسم باشه کوکسال است. بله کوکسال. بله آقا ویگار، از سفدا کدام خبر دارین؟ مادرش بسیار زیاد به تشویش است. ارد قزش پرسان میکنه. چی کنیم؟ سیفدار فرار دادن کوکسال. چی؟ گفتین فرار دادن؟ چی؟ کوکسال چی شده؟ فرار دادن چی؟ کی فرار دادن؟ یک نفر از منطقه توکششون است. اما تشویش نکن. او را حتما پیدا میکنم. هم سیفدار را پیدا میکنم و هم او آدم وحشی را از بین میبرم. کوکسال چی شده؟ گفتم چی شده؟ کوکسال بگو چی شده؟ چی کنیم رئیس؟ نمیفهمی که چی کنیم؟ او آدم را پیدا میکنیم. او آدم را حتما پیدا میکنیم. بعدا هم ای که همراهش چی کنیم بسیار خوب میفهمم. حالا دیگه میره. علی میشه بگویی که حالا ما کجا میریم؟ کم دگام صبر کنین میرسیم خانم سیفدا. ببین من به تو علی گفتم. نفهمیدم. یعنی تو هم به من سیفدا گفتم میتونی نی؟ ما در بین خودم این قسم گپ میزنیم. البته درباره شما نمیفهمم ملاسم. بسیار خوب فهمیدم. پس هم این قسم باشه. چی شد؟ نمیفهمم، باید ببینم. چی شده؟ نیک خراب شده. یگان وقت می قسم ناز میکنه. موتره میگی؟ آها. اما من حال قانش میسازم که پس روشن شوه. یعنی تو درباره موترم میفهمی؟ یک کمه. اینه بیبی هنر پنجابتم پیدا کردم. من خب برات گفته بودم. کمک میخوایی؟ ضرور نیست، زنده باشی. چی شده؟ با کمک کردن آمدی؟ راستش من بله. در طول بکس موتر بعض وسایل است، میشه کم اونا رو بیاری. میارم.
علی فکر کنم در این طرف ها گرگ است. صندوق بده. ها بگیرش. تو برو متر بشی، گرگا اونجا داخل نمیشن. نمیتونن، همون تو نیست. بله. خوب شد که گفتی گرگا دروازه رو باز کردن نمیتونن. این گپ تا حالا نفهمیده بودم. چی شد؟ آله روشن میشه؟ باورم نمیشه. نه که تو کتی گرگا جنگ کده کلایتی قسم چطور کدی؟ ما که میبینم اونا زیاد تلفات دادن. یعنی چقدر اونا را کشته باشی؟ تو متوجه خودت باش. چی؟ رویتم میگم که مبلین موتر یکی شده، سیاه شده. نه کمی پایین تر بیا. پاک شد؟ صبر من برات پاکش میکنم. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. او چی بود دیگه؟ فکر کنم ترد چقلی رفت نه؟ نه دست یک جمپ خورد بود. از برکتی جمپ خورد رادیویی که کار نمیکردم کار کردن شروع کرد. آی خونریزی بازوت زیاد شده، میره برات میگم باید شفاخانه بریم، اما تو زید کده میری. من خوب هستم، فکر کن که رسیدیم. به کجا رسیدیم علی؟ فکر کنم درای غلط آمدیم، ده اینجا خانه مالا نیست. ببینی بیشتر از کم مونده، صبر داشته باش. آی ده قسم یک جای کی زندگی میکنه؟ خب چرا برام نمیگی که کجا میریم ها؟ پیش تغرل پدر. تغرل پدر؟ تغرل پدر کی است؟ آدمه که در یتیم خانه کل چیز دانه دانه به من یاد داده. نرسیدیم، طرف راست است. صبر کن. بیا. اونجا کی است؟ من هستم تغرل پدر. علی تو هستی بچیم؟ من هستم پدر. یک مهمانم آوردیم. بچه مهمانت کی است ها؟ من سیف داستم پدر. خوش آمدید دخترم. خوش باشین پدر. بچه میخوند چی است؟ تو زخمی شدی ها؟ بله، لطفا کمک کنین، لطفا زیاد خونریزی داره. علی تو را چی شده بچه؟ نه چیز نیست تغرل پدر، فقط یک زخم کوچک است. حالا بیا داخل بریم. حالا اینجا چرا آمدیم؟ آدم به بیچاره حتی نمیبینه چی قسم زخمت خادی؟ چشمای تغرل پدر نمیبینم، دستاش میبینه.
در تاریکی دیدنه برم یاد داده. تشویش نکن، بریم. صبر من اینو زود باز کنم. اینه بایسته میکشم. هم بیا. بچه بازم همه کارایت شروع کردی ها؟ چی کاراره؟ زخمی شدیم نی؟ درباره او گپ میزنه. همتون استغرال پدر. به خاطر من شد، تمامش به خاطر من شد. گفتی به خاطر تو. به ما اصل قضیه را قسم میکنی دخترم؟ نه تغرال پدر، به یه هیچ ربطه نداره. همه تو شد دیگه. باز کلا چیزا برات میگم. تو امروز از شما هیچ چیز رپات نکردیم، اما پیش از او این زخم یک بار ببین خواهش میکنم. دخترم از داخل تکه پاک همراه قیچی بیار و هوام گرم کن. جوش که شد باز بیارش. درست است. اگر بازم مادرت از موبایل جواب بده، ناخ مادر بیچاره به تشویش نساز. آی تو چرا مداخله میکنی؟ من برات میگم که به خانمت زنگ بزن، بچت پشت دق شده، کتشان گپ بزن. نمیفهمم. نمیفهمم. از من چی ربط میکنن؟ این دختر کی است بچه یک دانیم؟ در کدام جنجال افتاده بود؟ باز کلا جای ماند آمد در خانه من پاد شد. کلش همه قدر است. هر سنگ در پای لنگ، هر جنجال که باشه تو اونجا هستی. چی کنم تو غرال پدر؟ تو سالا پیش برم نگفته بودی اگر در هر مصیبت بند موندی از خود ضعف نشان ندی. آخرین بار اسلحه را وقت دستت گرفته بودی که از قاتل بچت انتقام گرفتی. این طفله که در عکستان است بچه‌تون است ملا صاحب؟ زیاد شیرین است. بله مادر. سفدا جان مادر یک دانه مادرش تو کجا هستی دختر مقبوله؟ مادر لطفا گریان نکنین. کجاست؟ خیره بگو کجاست؟ یک دانیم تو کجا هستی؟ کی تو را فرار داده ها؟ شما چی میگین مادر؟ مرا هیچ کس فرار نداده. کی فرار دادش؟ سفدا گوش کن، به من راست بگو. آقا ویگار گفت که یک نفر از منطقه توکچه‌شان تو را فرار داده دخترم. او به شرف دروغ گفته. در اصل او مرا فرار داده بود. ملا صاحب ملا علیا مرا نجات داد. او بسیار آدم خوب است مادر. به خاطر من زندگی خود به خطر انداخت. حتی زخمی شد.
حالا پیش عمو آدم هستم. چرا اویگار به ما دروغ گفت دخترم؟ در صورت چرا دروغ گفت؟ به خاطر که یک دروغگوی پست است مادر. گوش کن سفدا، ما و پدرت آمده تو را میاریم، درست است؟ کجاستی دخترم؟ بگو که آلده کجاستی؟ شما نیاین مادر، من خودم میایم. سفدا گوش کن. سینان به ما کل چیزا گفت جان مادر. پدرت هم زیاد پشیمان است. خیر از جان مادر خانه بیا. مادر سینان خوب است. او خوب است، هیچ تشویش نکن. سینان خوب است، حالا در اتاقش خواب کرده، اما او هم زیاد پشیمان شده. ما چشم برایت هستیم، زود بیا دخترم. درست است، باز گپ میزنی مادر، من خوب هستم، بعدن باز گپ میزنی. پرسان کو، یک بار پرسان کو که در کجاست. پرسان کو. اوف. کوکسال، آقا ایگار دروغ گفته بود. او آدم سفدار فرار نداده. یک دقیقه خیریه، حالا نمیفهم که کی دروغ میگه کی راست میگه. کوکسال، ما سر دختر خود باور کنیم یا سر او آدم باور کنیم؟ قسم طرف مسائل نکو. نمیفهمی که سفدار چی وضعیت، شاید وضعیت سخت باشه، به او خاطر گفته باشه زن. حالا تو یک بار دیگه پرسان که کجاست. زود شو. پرسان کدم دیگه. حالا پرسان کو که دلم جمع شوه. درست است. اینا جواب نمیده. ما نمیفهمم که بدوهی کی را گرفتیم. آخر ما چی گناه کردیم خدایا؟ تو گناه نداری خیریه، مقصر تمام اینا من هستم. سینان جان مادر کجا میری؟ میرم خواهرم پیدا کنم. صبر کن جان مادر به خاطر مشدال در خانه شیشته نمیتونم، باید برم پیدا کنم. احمق، نه که قدر بلای سر ما آوردی بس نیست، حالا به خاطر تو هم تشویش کنیم. حالا زود شو داخل برو، اصابمدگام خراب نکن. زود شو. سینان صبر کن لطفاً، صبر کن. بلی از خدا صبر کن کوکسال. سفدار در خانه قلف کردی فرار کرد. حالا اگه سینانم در خانه قلف کنی باز چی خود شد؟ آوردی دخترم؟ آوردم تغرار پدر. حالا چیزایی که میگم بکن. درست است. علی، من بسیار زیاد معذرت میخوایم. شما چند دقیقه پیش وقتی گپ میزدین من شنیدم. من نمیفهمیدم که بچیت کشته شده. اگه میفهمیدم باز او قسم لوده گپ من میزدم. واقعا زیاد معذرت میخوایم. ده چیز به معذرت خواستن نیست. سعی سفتا دخترم، خدا جگر خون نساز. حال زخمشه خوب سعی پاک، درست است؟ ما بکنم؟ البته که تو. درست است. درد میکنه. چی شده او آدم؟ پیداش کردی؟ اویگار پیدا کردی. بچه یگان وقت کلیت هیچ کار نمیکنه. او آدم در تاریکی از پیش روی کل ما تیر شد رفت. چراغ سرخ ترافیک از سبز ساختی دی خو. باز شله گرفتی که به خانش رفته حقش میتیم. بچیم او از اون ملای عادی نیست، چفت کنه در میگیری، فهمیدی یا نه؟ او یک دوست داره بچیم، به خاطر همون که دیوانه شده بود. بیبی اگه او آدم گیر کنیم باز اون میتونه که ما را پیش علی برسانه. پس این رقم که از صبح وقت روشنی شد باز میره منطقه رو میپالیم. صحیح است؟
وای ایده اینجا چی بد میکنه. توکچه؟ توکچه؟ آقا اویگار شما اینجا آمدی؟ از سفدا کدام خبری است یا نه؟ نه یعنی تا جایی که معلومات دارم آخرین بار شما امرتون بردینش. چرا چی شده؟ گوش کن توکچه، اگر جایش میفهمی بگو، او وقت باز برات بسیار پول میتونم توکچه. اما اگر جای سفدا را بفهمی و از ما پد کنی، پد نمیکنم آقا اویگار. دزم مرد مثل شما به هر خانم پرنده خوشبختی است. سفدا فعلا متوجه این گپ نیست، اما میفهمم این گپ بسیار زود خود فهمید. تو یک دفعه برش زنگ بزن بفهمیم که در کجاست. من زنگ زدم، حتی وقتی که مادرشم پرسان کرد برش زنگ زدم، اما نه موبایل خود جواب نمیده. او علی احمق یک دوسته بسیار لوده داره. میفهمی که نامش چی است؟ اگر میفهمی بگو. راستش خدا داده میگی؟ ها، اما لوده رو میگم. خانه او در کجاست؟ تا جایی که میفهمم خانه نداره، در هر جایی که پیش بیه میباشه. بیبی اینا گپ خانم محترم شنیدی؟ دوستش جای مشخص نداره، یعنی امشب پیداش نمیتونیم. حالا دیگه پس درست شد دیگه. شبتان بخیر. بخیر باشی. اویگار، این دوست دختر تو دیگه چه قسم است؟ از خود خانه و خانواده نداره؟ به اونا جای خدا نگفته باشه؟ بچیم زنگ زدم برشان، اونام هیچ چیزا نمیفهمن. چطور نمیفهمن او آدم؟ او دختر به مادر و پدرش هیچ زنگ نزده بود؟ شاید میفهمن و از تو پت میکنن. از ما چرا پت کنه پیلوت احمق؟ اما بازم با گپ زدن هیچ چیزی از ما کم نمیشه، متونیست؟ حالا دیگه علی بچه، حال خوب هستی؟ همه تو نیست؟ خوب هستم تغرل پدر، حال خوب تر هستم. دستل کالاتم خون پر شده، اگه تبدیل کنی خوب میشه. اما در داخل یخم قاقایم هست، چند دانه شب بیار ببین، شاید یکیش در جانش بیه. نه تغرل پدر نه، حالا دیگه حوصله پوشیدنش ندارم. اما کالای سفدا کاملا گل پر شده تغرل پدر. خیبرش بگو که دو داخل یک عالم کالای دخترم هست. حالا برو. نه بسیار زیاد تشکر. دخترم قسم و میشه کالایت گل پر شده. برو ببین، اگه خوشت نمد باز نپوش. حالا برو، اتاق ده بالا هست. پیلوت، شما در اینجا منتظر باشین. ما رفته گپ میزنم و پس میایم. خانه تا باد. عشق بسیار عجیب است، همه تو نیست پیلوت. تو ایره ببین، تجارت پیشه مثل اویگاره به چی حالت رسونده؟ یعنی عشق خود درست است، اما او دختر عاشق معلوم نمیشه بدت. ای اویگار از ما کدام چیزی را پت میکنه، اما چی را؟ در فکرت کدام چیزی هست؟ برای فعلا خو یک علامه بزرگ سوالی است. آقا ویگار، ما به شما زنگ میزدم، به من دروغ گفتین. تو چی میگه؟ دروغ چی؟ بگو کوکسال. سفدا را شما فرار داده بودین، یک نفر دیگه او را نجات داده. سفدا با مادرش همه قسم گفته. منظور ده از کدام نفر دیگه است کوکسال؟ ها؟ حتما میشناسیش که میگه نجاتش داده. ما از کجا بشناسمش؟ کی است؟ سفدا هنوزم درست نمیشناسیش. او یک آدم قاتل است، یک روانی است که ده یک شو 10 نفر به قتل رسانده. آدم بسیار عجیب است. چراغای ترافیک هم تغییر داد، او در تاریکی هم میبینه. گفتین در تاریکی ها میبینه؟ بله. ای که چه قسم میبینه هیچ نمیفهمم، اما میبینه. نام او آدم چی است؟ نام او آدم لودر تو چی میکنی کوسال؟ ها؟ نامش علی است.
گوش کو کوکسال علی مثل هر کس دیگه نیست. شخصی است که بسیار خوب تعلیم دیده. تو یک آدم است که حتی در تاریکی هم دیده میتونه. زیاد متوجه باش. اگر کوچکترین اشتباه هم کنی باز دیره بفهم که خانوادهت از بین میره. نه امکان نداره. چی امکان نداره؟ چی امکان نداره؟ خوب گوش کن که برای چی میگم. او آدم که است بسیار خطرناک است. بیبی اگه جای سیف داره میفهمی زود چو بریم بگو که باز گپ از گپ تیر نشه. خب او علی نام او آدم ها را به خاطر چی کشته بگوین؟ کدام آدم آره؟ تو چی میگی کوکسان ها؟ تو میخوایی که چی را بفهمی ها؟ به خاطر لودگی خود کشته شدن دیگه. نه که تو کدام چیز میفهمی؟ سیف داده موبایل برای چی گفته؟ بریم بگو در کجاست؟ نه اگر فهمیدی که در کجاست باز زود بریم خبر بده. چی شد اویگار؟ کدام چیزی پیدا تانستی؟ آی نه دیگه اونا هیچ چیز نمیفهمن. خیال دیدو آوره تو بگردیم. بیازو اگه بعد از امشب تو پشتو را اعلا کنی ما اعلا نمیکنم. حال دیگه ما امرای او مسئله جدا دارم. اما تو نصف داد اما تو راست پیلوت. در تایر محترمه ای که چوب داخل کردن چی مانومته برش نشان میتون. در تاریکی سرش معذرت میخوایم. ای که پادشای تاریکی بودن چی است ما برش دانه دانه یاد میتون. فهمیدی؟ حالا دیگه درست است. حالا بریم. از پشتم بیا. حالا صاحب برات زیاد نمود میته. بسیار تشکر. کالا تو هم در بالا سلی. حال خسته هستم بعداً باز میپوشم. یک گپ دیگه. طغرل پدر دخترش در کجاست علی؟ به خاطر که اردوی ما یک انداز هستیم. قصهش دراز است. بعداً باز برات میگم. حالا تو هم برو دیگه استراحت کن. طغرل پدر جای تو آماده کرده. درست است. خو میکنم پس تو هم خو کن. سیف داده باری و آدم دیگه برای چی گفت زن؟ کدام آدم؟ امو آدمه که گفت مرا نجات داد نه؟ گفت که مرا نجات داد. یک آدم بسیار خوب بود. گفت به خاطر ما زخمی شد. دیگه گفت که او آدم ملام است. او آدم ملام است. گفتی ملا؟ نه او نیست. نه تمام شب سر به خود گپ میزد. دخترم تو کلا شب در اینجا بودی نه؟ هیچ خوام نشدی؟ همه چند دقیقه خو کردم باز بیدار شدم. خو کردم دیگه حال خوام نمیبره. طغرل پدر بچه علی خو کشته شده همه تو نیست؟ در این صورت خیلی خانمش کجاست؟ تو پرسان نکن و ما هم برای چیزی نمیگم دخترم. اونا را مرده فکر کن. چرا هم بازم به گپ زدن شروع کرد. چرا از بچه ما چی میخواستین احمقا؟
از ما چی میخواستین احمقا؟ او بسیار خورد بود. شما چرا مرا نکشتین احمقا؟ چرا؟ علی بیدار شو، کابوس میبینی. علی بازم توش بالا رفته. علی بچه، باید تو را به شفاخانه ببرم. ده این یک قسم نمیشه. شفاخانه رفتن نمیتونم تغرل پدر. محاله. به خدا داد زنگ میزنم. او هر چی ضرورت باشه میاره. ها بیادرم قسم از دیگه. خدا داد؟ بله. قسم دویده کجا میری؟ دواخانه. در دواخانه چی کار داری؟ ملا صاحب دوا خواسته بود برش میبرم. حالا برو دیگه. دیوانه ره. بچه‌م ببینه اینا حتما کدام کار میکنن. بفرمایین. بسیار زیاد روز تشکر. بخیر. روز بخیر. دیگه خور. زود عفونی کنین ده زخم، مرهم، بنداش، پلاستر زخم و دیگه بخت الکل زدگی برم بده. سعی از خدا داد. اینا رو به خاطر چی ضرورت داری؟ مولا علی خواسته. چی شده؟ علی رو کدام چیز شده؟ به ما چیز نگفت. گفت برو اینا رو بیار تنها بیایی و به کسی هم چیز نگه. مادر زود دواخانه آمده میتونی، من کار دارم. جوانا یک دفعه اینجا بیاین، زود شوین. بفرما بیادر. ملا علی تان کجاست؟ ما او را ندیدیم. او یک چاقم داره، میفهمین که نامش چی است؟ خدا داد بیادر. ها با دواخانه رفت به خاطر که ملا علی ازش دوا خواسته بود. دواخانه در کجاست؟ کمی پیشتر. پیش از برآمدنش از دواخانه باید که اینا را ده بینش با. اینا را بان. ما هم زود میاییم. نمیشه. ملا صاحب گفت تنها بیایی. شاید چیز به پاسمان کردن باشه، تو کردن نمیتونی. ما باید برم. چرا نمیفهمی؟ اما ملا صاحب گفت که خیرت باشه دخترم، چی شده؟ گفتی آجل بیا. خدا داد. حالا بریم دیگه. سعیس دخترم بگو نه که چی شده؟ آی مادر عاجل است دیگه. حالا دویگو دخترم، تو همراه خدا داد میخوایی کجا بری؟ جانم جواب بده نه؟ چی شده دویگو؟ کجا میره؟ ملا علی را چیز شده؟ تو درباره کی پرسان میکنی علی هان؟ درباره کی؟ درباره دخترت یا علی؟ میرال تو هم به خاطر قال مقال کردن با نمیپولی. ایره پرسان میکنم که دویگو کجا رفت. من خو نمیفهمم چرا قهار میشی. مام تو رو هیچ درک کردن نمیتونم. همراه این سادگی چه قسم زندگی میکنی هیچ باور نمیکنم. وقت فکر میکنم دختر ما مثل خود میسازی جگر خون میشم. توبه.
شما منتظر باشین. این قسم کل ما نیشه یاری نباید داخل بره، نباید اون مردم بترسانیم. تو هم باش سارپ. حالا دیگه. روز بخیر. روز بخیر، بفرمایین. ما خدا داده میپالیم. گفتن که چند دقیقه پیش دم اینجا بود. بله همینجا بود. بعد الان باز فکر کنم همراه علی خان؟ آها علی خان جان، آقای محترم به یاد نوردی؟ همو که او شاو از ما درباره ملا علی پرسان کرده بود. بله به یاد آوردم. من به یاد آوردم شما را. حتی فکر کنم دخترتانم همراهتان بود. فکر میکنم دخترتان فارماسیست است. بله. ای دواخانه از اموز نه؟ بله بله. ماشاءالله بسیار خوب است. محترم، من همراه شما واضح گپ میزنم. پیش از خودم معرفی میکنم. من پیلوت هستم. ای آقای محترمم نامش اویگار است، دوستم است. علی همراه از یک مشکل داره که باید او را حل بکنیم، فهمیدین؟ به او خاطر ما در اصل اینجا آمدیم که آدرس خدا داده ازتان پرسان کنیم. ببخشید ما چه قسم میتونیم شما را کمک کنیم؟ مثلا با دخترتان زنگ زده و پرسان کرده میتونین که او کجا رفت. به دخترم چی ربط داره؟ چند دقیقه پیش آقای محترم گفت که همراه او یک جای رفت. شوهرم اشتباه کرده. او قسم چیزی نیست. وقتی او قسم نیست. درست است. در او صورت خیلی بیشتر از این ما مزاحم شما نمیشیم. آقا اویگار بخیر برین. روز بخیر محترم. اما این بار دیگه زیاد پیش رفتی میرال. اشتباه کردن دیگه چی ما نمیتزنه که برشان راست و واضح میگفتی نه؟ باور کو برام به احترامی کردی. به احترامی کردم همه قسمت. بله. خدا میفهمه که تو چی میخوای علی خان ها؟ او آدم را که ملا علی میگن بلاها را تو دواخانه ما روان کرده. بلای چی زنه که اینا تجارت پیش هستن؟ تجارت پیشه گفتی؟ بله. تجارت پیشه؟ بله. یعنی از ظاهرشان از رویشان تو هیچ چیزی رو نفهمیدی؟ نه خیر. نفهمیدی. البته تو دیگه چه قسم بفهمی بیازو افتفام هستی؟ دیگه خب بیازو پشت علی پای خود لچ کرده. صبر کنین ببینیم که دیگه چی چیزا سر ما میایه. دختر بیعقل ما، دختر بیعقل ما. هیچ نمیفهمم سر کدامتون قار شوم. وقت پدرش قسم کارا کنه از دخترش چی گله؟ توبه. پیلوت تو چه قسم رویه کردی ها؟ در دواخانه بسیار زیاد با نزاکت شده بودی. کسایی که نمیفهمن تو را تجارت پیشه و مرا هیچ فکر خود کردن. های اویگار بچیم بیبی برات چند دفعه گفتم پیدا کردن جای اونا کار نیست که باقال مقال کردن شوه. بدون ای که کسی را بترسانیم باید این کار حل کنیم. تو هم راحت باش دیگه نه؟ میگه که راحت باش. بچم او آدم دوست دختر مرا گریختانده. من چه قسم راحت باشم؟ اینجا منتظر می باشیم. هر جایی که رفته باشن پس میان. هر وقت تو آدرس نیمچه مولا را پیدا کردیم باز مستقیم میره مقشه میتیم. بله آقا ایگار. بله تو که؟ تو کجاستی؟ در خانه هستم. این دواخانه که در پایین سرک شماست نه؟ میفهمی که او از کی است؟ بله دواخانه دویگو است. چی گپ شده؟ مطمئن هستم که اونا جای علی را میفهمن اما از ما پات میکنن بدونی که بفهمن تو از دانشان گپ بگی. درست است هیچ تشویش نکنین. توش هیچ پایان نماده. آی خدا دا چرا قتال میده؟ علی تمامش به خاطر من شد. تمامش به خاطر من شد. علی چرا جواب نمیده تو قرال پدر؟ بس که دخترم علی جور میشه. علی دویگو خور
ملالی برام گفت که تنها بیایی. گفت به هیچ کسی چیزی نگو. گفت تنها بیا. درست است خدا داد، درست است. از وقتی که در موتر شیشتی همی گپه گفته میری. کدام طرف برم؟ طرف راست. اگه میگفت دویگو خورم کتت بیار که پانسمان کنم باز میگفتم. خانه تغرل پدرم اینجاست، اما به ما گفت تنها بیایی، به هیچ کسی هم چیزی نگویی. همینجاست؟ همینجاست. بفرمایین. علی؟ تعویش بسیار زیاد است. دستش زخمی شده، از دست ملا صاحب خون میره، از دستش خون میره. اینجاست. لطفاً کم دور شده میتونی؟ خدا داد بایی که ما بده. این زخم مرمیه. این زخم مرمی است. دخ چه قسم بلا خود انداختی علی. چه قسم یک بلایه. بسیار خوب، بازم شما میتونین درباره آمدن ما به دویگو بگویید. البته میگم. روز بخیر. آی چند دفعه به دویگو گفتم که همراه دختر زیاد صمیمی نشو، مثل خود جورش خود کرد، یعنی به خاطر این نامش بد میشه. البته که دختر ما زیاد ساده است، بسیار زیاد ساده است، گپ کلگی رو گوش میکنه. به هوش میایه. خدایا 1000 بار شکرت. خانم دویگو؟ ملا علی خوب شد، به خیر گذشت. زنده باشین. خانم دویگو رم تا به اینجا به زحمت ساختی خدا داد. ملا صاحب دویگو خواهر دستتان بسته کرد، از دستتان خون میرفت. به خاطر آمدن خودم شلگی کردم. زنده باشین. به زحمت شدین. زحمت چی ملا صاحب؟ ما زیاد به تشویش بدم که شما را چیز نشه. شکر که مرمی فقط تیر شده. معلوم میشه نیت خوبتان بازم در جنجال انداختیتان. اما کاش که به خاطر انسانایی که جانتان در خطر مندازین اونا ارزش داشته باشن. خدا داد. اگه میخوای خانم دویگو را به خانهشان برسان، خانواده‌ش حتما به تشویش رسن. ما هیچ عجله نداریم، اما تو نیست خدا داد. من پیش از برآمدن به مادرمشان خبر دادم. شما تشویش نکنین. اگه شما را قسم اینجا اعلا کرده برام به تشویش می باشه. هیچ گپ نیست خانم دویگو، ما خوب هستم. ناقلی هان بیادره و میرال خواهره به تشویش نسازین لطفا. حالا دیگه شما برین. درست است ملا صاحب. سعی سما صبا دوباره میایم. باید زخمتان دوباره پانسمان کنم. من پانسمان کردن میتونم. تشویش نکنین. نه شما نمیتونین. نباید مکروبی شوه. نظر به وضعیت صبا باز براتان خبر میتم. درست است ملا صاحب. دوایتان اینجا ماندیم، اما در شکم خالی نخورین. من نانشو تیار میکنم. باز بعد از نان دوایشون برش میتم. شما هم اینجا میباشین؟ البته. در اینجا میباشم. کلا مشکل دارین؟ خدا داد اینجا باشه.
ما بریم. در ضمن شاید خانواده‌تان به تشویشت شوه. اونا خبر دارن، تشویش نمیکنن. راست میگی. چرا به تشویشت باشه؟ چی گفتید؟ من نشنیدم خانم دویگو. میبخشید؟ خدا داد. حالا دیگه شما برین که وقت میشه. خانم دویگو را خانهش ببر. بیخی سیس مناسب. دویگو خار بریم. خداحافظ ملاسب. اوه خدا را شکر، بالاخره. برای یک دقیقه فکر کردم که هیچ نمیره. خانم دویگو چرا شما را خبر جگر خون ساخت؟ از یک طرف به خاطری که از خاطر مشهد سر خود قار هستم، از دیگه طرفی دختر اومده کتره میگه. نشاید تو هم تو فکر کرده باشی. یعنی دویگو قسم یک دختر نیست. هی چی قسم دختر است؟ حالا به خاطری که نمیشناسمش گناهش نمیگیرم. هرچی نباشه پیش از حالش نمیفهمم. منظورت پیش از حالش چی است؟ یعنی چی بفهمم؟ نظر به ای که بدون خواستنی قسم ببر خطایی آمد، حتما کدام چیز خواست یا کدام حسی. ای دیگه چی رب داره؟ به خاطر کمک آمده بود. در ضمن به خاطر پانسمان خوب شد. کم راحت شدم. خب درست است. حالی که راحت شد پس مشکلی نیست. یک گلاس چای با هم بخوریم؟ بسیار زیاد میخوایم. من میرم براتون دم کنم. حالا دخترم با دستای خود با ما چای دم کن. درست است. حتما به خاطر او دختر است. ها؟ اگر نه علی را به زخمی شدن و مرمی خوردن چی اما تا نیست؟ اما او دختر بسیار مقبول است خور جان. چوب شو خدا داد. چوب شو. اگر مادرمشان پرسان کردن نگویی که پیش علی رفته بودیم، درست است؟ خیلی اگر پدرت پرسان کرد وقتی مادرمشان گفتم پدرم هم شامل میشه. پدرم هم شامل میشه. علی وقتی که جواب میتی با زبانت میتی، اما با قلبت یکسان باشه. فهمیدی بچه یک دانیم از ما فرار کردن نمیتونی. ما از شما فرار نمی کنیم طغرل پدر، برعکسش پیشتان میاییم. یه دختر کی است که به خاطرش اسلحه را به دست گرفتی؟ بعد از سالها تو بیتا به خاطر شکستاندی بچه. علی جواب ندادنم مثل جواب دادن است. نه طغرل پدر، او به کمک ضرورت داشت. من برش کمک کردم فقط همین قدر. کمک کردن یک گپ دیگه است، تو به شکستاندن گپ دیگه است بچه. چیزی برش نگویی لطفاً. بچیم ای دختر چرا اینقدر به تو مهم است؟ چرا؟ درست است، ما فهمیدم. ای دختر دلباخته تو شده بچه. چی ربطی داره خدایا؟ توی کاکاره ببین نادیده گپ میزنه. نه طغرل پدر، به خاطر نجات او زخمی شدم. نه با او خاطر خودم مقصر فکر میکنه. با او خاطر او قسم رویه کرد. او قسم نیست بچه، این دیگه قسم است. انسان هم هرچی که بکنه باز گپ قلب خدا پد کده نمیتونه. ما ای گپ خوب میفهمم. چی را فهمیدی؟ خدا میفهمه چی قسم فهمیدی؟ چای سرد میشه دختر یک دانی بیار نی. درست است. دویگو خور. به هیچ کسی نگویی که مولا علی در کجا هسته ایست؟
بیازه نمیگم خدا داد. ملا کجاست؟ تو همون آدمی هستی که دروازه رو شکستندی؟ او روز دروازه رو شکستندی حال سالار طرف ما گرفتی. چرا نمیخوای که دوست داشته باشم؟ قلب تو بد رقم شکسته. آدم احمق تو چی میگی؟ با ما جای ملا علی را بگو. اگر نه تو را از بین میبرم. هیچ کسی سیفدار از ما گرفته نمیتونه. سیفدار کی است؟ همون دختره که پیش ملالی است. تشویش نکن، خوب است. من او رو دیدم. زیاد خوش شدم. ما یک وقت یک دختره دوست داشتم. ما چون نام از او چی بود؟ انسان کسی را که دوست داره نامش فراموش نمیکنه، اما حالا که تو دفعتن پرسان کردی از یادم رفت. چی وقت پرسان کردم احمق؟ پرسان نکردی؟ بیبی مرا دیوانه نساز. علی کجاست؟ بگو اگر نه تو را میکشم. در اینجا چی گپ است؟ تو از خدا داد چی میخوایی ها؟ ضرری به هیچ کس نرسیده، چی میخوایی ازش؟ نه که اینجا کدام قریه است؟ اویگار اصلیت پایین کو. پیلوت تو مداخله نکن. اویگار اصلیت پایین کو. ببین خانم محترمم ترساندی. یه قسم در سر سرک اسلحه کشیدن با ما نویزه با بچیم. اینجا چی گپ است؟ یک غلط فهمی شده بود. شما ای دوست ما رو ببخشین لطفا. او ملا صاحب علی وقتی که دوست دخترش فرار داده ای هم کم قار شده. ملا علی هیچ کس را فرار نداده. چطور فرار نداده؟ از اینجا برین گم شوین. اگر نه به پلیس زنگ میزنم. پلیس در این کار دخیل نسازین لطفا. دوست من کم احساساتی شد، نتونست خدا اداره کنه. یعنی دیگه قسم نمیشه، بازم ببخشین. حالا دیگه بریم. بیا که بریم حالا. برو دختر پیشو. خدا داد کجاست؟ در قصه او نشو، بیا که بریم. کجاست احمق؟ یادم کجا رفت؟ کجا رفت؟ امیال خودم اینجا بود. سرب بدوین گیرش کنین. او آدم فرار کرد. بدوین. او آدم چاقک فرار کرد احمق. اویگار او دختر چرا گفت که علی کسی را فرار نداده؟ ما چی بفهمم؟ چی احتیاط میگه دیگه؟ بدوید 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 بدوید. دخترم تو همراه خداداد بیعقل کجا رفته بودی ها؟ پیش علی رفته بودی نه؟ ما در حال زیاد کار دارم، پسان باز گپ میزنیم. آی توبه. دویگو آدم از خدا داد چی میخواستن؟ یعنی من نمیفهمم پدر. نمیفهمم پدر، البته که نمیفهمی. بیبی برتون گفته باشم او ملا علی حتما خدا دادم در کدام بلا مندازه، همینجا جای نشانی باشه. توکچه آمده بود دوباره تو پرسان میکرد. چی وقت؟ چند دقیقه پیش. دختره که فرار داده شده دوستش است. گفت خانوادش بسیار در وضعیت سخت قرار دارن، نمیفهمن چی کنن. در این صورت خیلی میرم که توکچه گپ میزنم. تو همراه توکچه دوباره چی گپ میزنی؟ تو هم همه چیزا برش بگو. دخترم من برای چند دفعه است که میگم از توکچه دور باش ها؟ نامید در کل منطقه بد میشه. مادر باز شروع نکو، میرم پس میایم. یو هیچ گپا نمیشنوه، هیچ. زنده باشی. نوش جانت. چرا سوال تغرار پدر جواب ندادی؟ کدام سوالشه؟ امو که گفت این دختر به خاطر چی به تو اینقدر مهم است؟ راستش تغرال پدر به خاطر چیزو را پرسان کرد. به خاطر چی؟ یعنی
تو را چندان زیاد نمیشناسم نی؟ از او خاطر حق با جانب است. به نظر من حتی مرا هیچ نمیشناسی، اما به خاطر ما زندگی تا به خطر انداختی. چرا؟ با جای من هر کسی که می بود همی کارم میکرد. فهمیدم. با جای هر کس که می بود همی کارم میکرد. خوزیز هرچی که تو بگویی. طفلا شما جیگرخون نشین صحیح است؟ مال به ملا صاحب زنگ میزنم، او برام میگه و مام باز کاغذ پران جور میکنم. صحیح است؟ سیفدا خور موبایل به ملالی داده میتونی؟ خدا داد بیادر. درست است، درست است. خدا داد است. بله خدا داد. ملا صاحب تیر بانک گودی پران شکسته. تو در کجا هستی؟ در نزدیک خانه شماست ملا صاحب. خدا داد. تو در اونجا چی بد میکنی؟ زود از اونجا دور شو. ملا صاحب به طفلا وعده داده بودم که گویی پرانشان جور میکنم. هفته پیش شرش استفاده کرده بودم، مال نمیفهمم تیر بانک دیگه در کجاست. درست است خدا داد، درست است، اما عجله کن. در بین گلای باغچه ما یک کلی است. وقت داخل دالیز شدی شرش در بین الماری از طرف راست. میخ، چکاش، تیر بانک هر چی کار داشته باشی همونجا است. اما هر چی زودتر کارت حل کرده از اونجا بیرون برای. گوش کن، اگر کدام مشکل پیش شد باز برای من خبر بده. درست است ملا صاحب. سعیز دیگه جگرخونی نکنین، حالا دیگه میریم گودی پران جور میکنیم. بخیزین جگرخون نشین، جورش میکنیم. حالا بریم. درد میکنه؟ نه من خوب هستم. تو طرف کی هستی پیلوت؟ طرف کی هستی؟ البته که طرف تو هستم. البته قسم با اسلحه کشیدن سر سرکای کارا نمیشه. هر کار از خود طریقه داره. طریقه چی؟ ها طریقه چی؟ گفته که منتظر می باشیم. ما را اینجا استاد کردی. اینا اونا آمدن دیگه. رئیس چی شده؟ خدا داد بیخی گم است، پیدایش کردن نتونستی. پیلوت وقت شده بریم دیگه. بریم. اویگار ما و عدت یک بار تا قبرستان میریم. امروز سال وفات نیکو است. روح مرحوم منتظر ماست. اگر تو جای اون ملا را فهمیدی باز برام خبر بده. یک جای به خدمتش میرسیم. تو هم اینجا باش. با امان خدا. آی ای به عقل لاده در کجاست؟ در کجاست تو لاده؟ سارب رئیس چی؟ ببینه شما جگرخون نباشین، من گودی پرانتان جور میکنم مثل سابقش میشه. چرا منتظر هستیم رئیس؟ او رو نباید بترسانی. بره. ها آله شما ایران مکم بگیریم. من میرم زود پس میایم. سیس
بریم دیگه. میخ چکاش به نظرت بودی پران ما جور طفلا خواهد شد؟ شما یک چند دقیقه طرف ساتری کنین، ما همراه خدا داد بیادر کمی گپ میزنیم. اما خدا داد بیادر گفت که ایره جور میکنه و ساتری میکنه. حالا دیگه از اینجا برین اصاب ما خراب نکنین. حالا استاد باش. اما تو چرا همیشه کت تفنگ شده پیش روی میایی؟ من همیشه کوشش میکنم تو را فراموش کنم، اما تو هر دقیقه پیش روی میایی. این سلا همون سلاست که در بیرون سرم کشیده بودی؟ یا که کدام دیگهش است؟ فکر میکنم میره بیخی نو خریدی. یک دفعه ببینم. که از دیگه رنگش فرق میکنه، یعنی که تغییرش دادی. رئیس فکر میکنم مغزی را با اسلحه باز کردن نمیتونی. بهترین راهش همی است که سرش دو داخل کنی. اگر چند دقیقه نفسش قید شود باز امکان داره همه چیز برای ما بگوی. علی کجاست؟ بگو احمق، گپ بزن. اگه نه دلت از زندگی بد میکنم. گپ بزن احمق، بگو علی کجاست؟ بیبی اگه نه دمی خانه دفنت میکنم احمق. مرگ خو بیرون نمیبراید، مرگ خو نمیبراید. رو وقتی از جسد جدا شود باز جسد حرکت نمی داشته باشه. مولا علی گفته. در یک جنازه که رفته بودیم مولا علی برای من قسم گفته بود. حالا اینجا بیا. آفرین، بخور. دلش نیست به گپ زدن. فکر کنم حالا گپ میزنه. بالاش کو. آی شما چی میکنید؟ هرقدر او بود کلش خوردم. پایینش کو. بالاش کو. گپ بزن احمق. علی کجاست؟ یا بسیار شور شده. پایینش کو لاوده. پایینش کو. بیا. تو خوب هستی اما تو نیست؟ درد خود چیزی نداری نه؟ نه خوب هستم. بیازو هر دقیقه پرسان میکنی. حتی از اولم که خوبتر هستم. خب اگه جگر خون میشی باز دیگه پرسان نمیکنم.
زحمت نکش، ما خودم مندازم. زحمت چی؟ یه قسم امکان نداره. پیش کو دستایته. اما این قسم نمیشه، واقعا هیچ ضرورت نیست. لطفاً. زنده باشی. من میرم یک چیز پخته کنم. از مرغانچه تخم گرفتم، اونجاست. پخته کردن تخم مرغ خویات داری نی؟ نه، یاد ندارم. اگه یادم بدی خوش میشم. سیس هم اینجا استاد کن. علی خانم دویگو؟ خدا داده گرفتن هم یالا در خانه تو هستن. به خاطر گفتن امیگه پینجا آمده بودم. علی این دختر باز اینجا چی میکنه ها؟ درسته، سر بیار که بریم. آرام باش، بریم. علی کجا میری؟ من کم کار دارم سیفده، تو هم اینجا باش. اما زخمی هستی نی؟ مرا هیچ چیز نمیشه، تو از اینجا هوش کنی جای نری. مولا علی نباید تال بتیم. میبخشی چرا نباید تال بته؟ زیاد به تشویش هستم، ما میخوایم برو. نه سیفدا، برات گفتم همینجا باش. باس است. گپ بزن اگه نمیکشمت. علی کجاست؟ زیاد او خوردم. پارسال دریا رفته بودیم در اونجا من قسم او خوردم، اما وضو از اینجا کده شور بود. این زیاد شور نیست، باور که بسیار خوشمزه است. تو میخوای که بمری احمق؟ گپ بزن اگه نما میکشمت احمق. خدا رسی تو هم عجیب آدم هستی. میگی گپ بزن، من که گپ میزنم باز قار میشی مرا میزنی. دیگه هم روی تو گپ نمیزنم، هیچ چیز نمیگم، قار هستم. احمق، خدا میخوای که از بین ببری. گپ بزن احمق. علی کجاست؟ اگه نه تو را میکشم. علی کجاست؟ چی را میبینی احمق؟ گپ بزن. نه علی کجاست؟ یادم خواد مرد رئیس. بانک بمانه. از خدا داده باری تو پرسان میکنن. میگفتن اگه برشان نگویا بازو رو میکشن. من زیاد ترسیدم، هیچ نفهمیدم که پیش پلیس برام چی کنم. از او خاطر پیش تو اومدم. بسیار کار خوب کردی. کی بود که رفت؟ علی همراه او دختر یک جای رفت. تغرل پدر، این دختر کی است؟ فکر کنم واقعا دوست خوب علی است. اگر قسمی بود باز من میفهمیدم. علی از من هیچ چیز رپورت نمیکنه. یعنی درباره دختر به شما چیزی نگفته؟
نه دخترم هیچ چیزی نگفته. هیچ چیز نی؟ هیچ چیز نه. رئیس بابا بس احمق. بس است رئیس که میمره. بس است دیگه رئیس بس است. فکر میکنم که مرد دیگه گپ زدن نمیتونه. علاج کنین. تو هم اینجا باش دویگو، بعد ازش مربوطه من میشه. اما مولا علی دویگو، ما برات چی گفتم؟ حالا تو به دواخانه برو. نترس، هیچ چیز نمیشه. خدا داد کجاست؟ گفتم خدا داد کجاست؟ داخل است. خدا داد. بیادرم. تو خوب هستی؟ خوب است ملا صاحب. فکر کنم کمی او زیاد خوردم. وقتی که او زیاد خوردم باز فکر کنم که بیهوش شدم. وقتی بیدار شدم دیدم در روی زمین است. زیاد ترسیدم که تو را چیز نشه. حالا دیگه کمک و کی سگار از اینجا ببریم. سعیس ملا صاحب. تغرل پدر علی چی قسم یک انسان است؟ نفهمیدم. یعنی مثلا آدم چشم چران خو نیست؟ نه دخترم تو بکن. نه حق ما را خمولا نمیگم. یک قسم یک چیز امکان نداره. یعنی بالاخره چطور خواهد فهمیدین شما خو نمیبینین؟ یعنی کور هستین نی؟ از کجا بفهمین که چی میکنه؟ هموتو نیست؟ اگه یک انسان بشناسی باز در گوشه دنیا هم که زندگی کنه میفهمی که او چی میکنه. از این که همراهت باشه نه بلکه در قلبت باشه مطمئن باشی دخترم. اویگار، اگر یک بار دیگه اشتباه کنی باز وقت هرگز نمیبخشمت اویگار. زنده دفنت خواهد کردم. حالا خدا رو حرکت کو که بریم. یک روز جسدتان خاطریزان کرد. دقار خدا چلی. آقای یوگار موبایلتان پیشتان است نه؟ صبر.
او را بگیرین حالا حالا میگیرم صبر کن صبر حالا میگیرم صبر کن صبر زنگ میره اویگار است. بله بگو اویگار. ها پیلوت زود کده اینجا بیا. چی شده کجا بیم؟ بچه چرا قدر تال دادی؟ سیفدا دخترم منتظر بوده بیخی هلاک شد. مهی چطور نیست پدر؟ من راستش با تشویشی بودم که او ایگار لوده کنم کار نکنه. شما هنوز چیز نخوردین؟ نه بچه سیفدا دخترم شلا گرفت که تا علی نیه نان نمیخوریم. من با گپش کدم. تغرل پدر؟ اما این قسم مرگپ خو نباید بگوین. درست است دخترم درست است. اما تو شاید حال سیر باشی. حتما که تو دختر دوا فروش نان خوردی. نه چی رب دارم از جد گوش نستم. چی شد؟ نافت رفت؟ در حالی که ما او آدم میپالیم او نفرای ما را پیدا کرده آویزان میکنه. من خواهی چیزا نفهمیدم. درست است که او آدم شبکی مثل خفاش میبینه، اما در روز روشن تک و تنها اینقدر نفر چطور میتونه به حالت برسونه؟ پیلوت گپای مفت بس کن. لطفا آرام باش چوب باش. تو هم اکرم؟ ها؟ بچه ما تو رو به خاطر محافظت آدم ها اینجا مانده بودیم. تو چی به درد میخوره یا با سیل کردن چه بیبی؟ وقت دیدن او آدم و یافتن خودت در روی زمین 3 ثانیه وقت میداشته باشی. من چی کده میتونم؟ نفر گرگوری است. ما او گرگا میکشم، او را زنده نمیمانم میکشم. درست است بچه میکشیم اما به خاطر کشتن اول باید جای او آدم پیدا کنیم. ما میفهمیم که او آدم در کجاست میفهمیم. نه به او خاطر با فکر آرام میشینیم و با هم دیگه گپ میزنیم. در ذمه گوش نشده میخوایم سوپ بخورم. حالا بریم. چرا برام نگفتی که کجا میری؟ گفتم که کار دارم. خب این کار چرا قدر یک کار پت بود؟ و اگر پت بود باز چرا دختر دوا فروش میفهمید؟ این دیگه کی است؟ به نظر من جواب بده. بله من دوی گوستم شماره را از خدا داد گرفتم. با تشویش ملا علی بودم. خانه آمده موبایل برش داده میتونی؟ داده نمیتونم وقت نداره. چطور وقت نداره؟ خوست دایی وقت؟ بله امکان نداره. روز بخیر.
کی بود؟ دختر دوا فروش درباره تو پرسان کرد. خب چرا گفتی خواص؟ به خاطر که فکر کردم شاید نخواهی نارام شوی. خب اگه میخوایی گپ بزنی اینو بگی. پدرم زود پس می. از باغچه مرچه رو می جمع کردم حاله با آشپزخانه میرم میشمشن. قسم امکان داره تقرل پدر. شما بشینین من زود میارمشان. از زنده باشی دختر، خسته نباشی. علی تو کجا رفته بودی بچی؟ او آدم به شرف خدا داده گرفته بود پدر. او را از دستش نجات دادم. و سفدا دخترم چرا نگفتی؟ دختر بیچاره زیاد تشویش کرد. چه قسم برش میگفتم تغرل پدر. بیازو او دختر به خاطر کل چیزایی که شده خودم مقصر فکر میکنه. حالا اگه سفدا درباره خدا دادم خبر شوه باز کاملا خود از دست خواهد داد. پس به اندازه که او دربارت فکر میکنه تو هم دربارش فکر میکنی همه تو نیست. یعنی به این موضوع چی ربط داره تغرل پدر؟ من همه تو کدام چیز گفتم؟ دویگو سلام. خیرت باشه. متوجه می بودی که کسی در وقت آمدن نمیدیدت. باز نومت بد میشد. ای که دگاه چی فکر میکنن به من هیچ مهم نیست. تو کجا؟ از مادرم درباره من پرسان کرده بودی؟ داخل بیانی؟ بیا برو بش. من برات قهوه آماده میکنم. نه زحمت نکش زود پس. قسم امکان نداره جانم. بیا بگی جانم. تشکر میکنم. نوش جانت. او سفدا خواهر خوندید. از علی چی میخوایم؟ سفدا؟ نه جانم سفدا همراه او کار نداره. چشم سفدا در بلندی هست. چه قسم چشمش در بلندی هست؟ یعنی آرزوهای زیاد داره. در زن من حیث مدل انتخاب شده بسیار زود مشهور میشه. علی هم که تو قسم آدم ها غرض نداره. اگه از علی دور شوه برش خوب میشه. سر او بچه ده بلا داده. سفدا همراه علی چی کار کرده؟ دیگه چی باید کنه؟ علی به خاطر او زخمی شده. البته علی انسان خوب است. کسی که به او ضرورت داشته باشه هیچ وقت ایلش نمیکنه. حالا یک جای هستن؟ البته که یک جای هستن. به خاطر که او بچه چیز نمیگه یا هم شور نمیخوره. از مهربانیش استفاده میکنه. خب در کجا هستن؟ دویگو خانواده سفدا زیاد جگرخون هستن. بیازو زیاد به تشویش هستن. اگر یک بار ببینی باز خودت میفهمی. من بیازو به همین خاطر به دواخانه آمده بودم. آی پدرش تکلیف قلبی دارم. میترسم که اون چیزی نشه. یعنی به تو میگم اما به جز از خانوادش به کس دیگه نباید بگویی. آی نه بیازو دیگه به کی بگویم؟ من به خاطر اونا میگم. کجا هستن دویگو؟ درست است اما فقط به خاطر که خانوادش راحت شون میگم. البته من به خاطر اونا میگم. کاش که حالتشانه ببینی زیاد به تشویش هستن. برشان بگویم که راحت شون. براشان بگو که برن او را از اونجا ببرن. البته تو آدرس چه بکنی؟ سرت اعتماد میکنم توکچه. تشویش نکن. کجا هستن؟ در منطقه معمار سینان.
انتقام مثل او سوپی است که در پیش روی تسویگار مثل آتش گرم است. اگر با عصبانیت قاشق در دانت بکنی باز دانت میسوزه. به او خاطر باید پف کده بخوری آهسته آهسته. اگر لازم شوه باید صبر کنی، منتظر باشی تا که سرد شوه. یعنی باید آرام باشی. میفهمم آتش انتقام قلبت میسوزانه، اما اگر تو صبر نکنی باز انتقام گرفتن نمیتونی. گفتن ای گپ البته که به تو آسان است پیلوت. اگر به اندازه من عاشق می بودی خدا میفهمه که صبر کرده میتونیست یا نه. سوپت بخو سوپت. وقت سرچوه باز مزه نمیته. وداد تو هم سوپت بخو. بیازو به خاطری به قبرستانم رفتن نتونستیم. ما سیر کردم پیلوت. بریم. زنگ توکچه است. توکچه؟ آقا ایگار جای سفداره فهمیدم. راست میگی؟ در کجاست؟ آدرسی برات حال روان میکنم. امیدوارستم این خوبی مرا فراموش نکنی. فراموش نمیکنم تشویش نکن. تو مطمئن هستی که در اونجاست؟ البته امروز از دختر دوا فروش گرفتم. خوبش. آفرین به تو توکچه. حالا زود روان کن، منتظر هستم. درست است. جای علی را پیدا کردم. ها اینا آمد. حالا دیگه حالا میریم. بته که ببینمش. بسیار دورم است. پیلوت او آدم بسیار خطرناک است، باید بسیار متوجه باشی. تو تشویش نکن ودت. دوستان آماده هستن نه؟ تمامشان همیشه آماده هستن. تو خود میفهمینی پیلوت. پس حالا دیگه شکمت خوب سیر کو، چون هر لحظه امکان داره و دختر دوا فروش به تو را ببره. والا او قدر گشنه هستم که حال هر کسان بیایه مرا از جایم برده نمیتونه. ها یعنی اگه گشنه نمی بودی باز میرفتی همه ترس. خوب است. تو چرا نمیخوری؟ اگه بخورم باز گپ زدن نمیتونم. یعنی میخوایی مرا چوب کنی همه ترس، اما شکست میخوری. ما خانم همزمان میتونیم چندین کار یک جای کنیم. یعنی مثل شما مردان نیستیم ها. ودت پالی او برو یک بار. بسیار آهسته میره. کمی تیز برو بچم، تیز. تیزتر برو صاحب، حالا تیزتر برو. او گوسالا فکرت میگی چی میکنی لاودا؟ کورستی چی بالا ها؟ در جیبت موبایل داری؟ بله بله. موبایل میگم داری یا نه؟ دارم بله. خوب است. چارجم داره دیگه؟ بله دارم. خوبش. حالا پایت پیش کن.
چی چه راست بیاره پایت پیش کو گفتم پیش کو حالا از گفت چه دیگه نه بچه زیاد شور نخو اگر در استخوانایت بخوره باز فلج میشی ها به امبولانس زنگ بزن زیاد خون ریزی نکنی بچیم بکش نه دیگه موبایلت حالا آفرین بگیرین تغرل پدر. زنده باشی. نوش جانت. اوه ماشالله زیاد مزه‌دار است خیلی میبینی خوشم آمد. نوش جانتان. فکر کنم علی زیاد خوشش نامد. نظر به ای که یه چیز نگفت. به هر صورت حتما کسایی هستن که بهتر از ما تیار میکنن. نه دستل زیاد خوشم آمد. قربانت استاید. نوش جانت. راستش یک نفر است. خوب در یتیم خانه یک کسی به نام حلیمه خواهر بود. باید داری تغرل پدر. بسیار قوی مزه‌دار تیار میکرد. از سلیمان هیچ خبر نیست علی بچیم. متاسفانه نه تغرل پدر. سلیمان کی است؟ نه که بچی تان است. مثل بچیم است. بیادرم است. خانه را محاصره کنیم. علی آمدن تغرل پدر. علی تغرل پدر آمدن. دخترم نترس. اگر نمیخوایی که به کسی ضرر برسه السلام علیکم و رحمت الله. سیفدار ایلاکو خانه محاصره کردیم. السلام علیکم و رحمت الله. هیچ جای فرار کردن نمیتونی. نفرای ما زیاد هستن.
دنبال پدر آمدن، حالا چی کنیم؟ نترس دخترم، آرام باش، آرام باش. علی چی کنیم؟ اونا اسلحه دارن، چی کنیم علی؟ درست است، آرام باش. شما مستقیم بالا برین. من غمشو نمیخورم. نمیشه، من بیرون میرم اونا را دگم بگیرم. تو سیف دارد پادکا، بعدا هرچی که لازم باشه باز بکن. دغرل برات پدر. گفتم که نمیشه. علی چی کنیم؟ از اینجا بالا میریم. زود شو. داخل برو. سیفدا بیبی هرچی که میشه شوه، هرچی که میگن بگوین، از اینجا بیرون نمیبرای. فهمیدی؟ علی نرو، بهزو زخمی هستی، همراه اونا مقابله نمیتونی، اونا تو را خود کشتن. تو نترس، وعده میکنم پس میایم، وعده میکنم. اگه تو را چیزی شوه هرگز خدا نمیبخشم. لطفا متوجه باش. حالا برو. علی! بگو پیرکی علی کجاست؟ از تو پرسان میکنم نمیشنوی؟ علی کجاست؟ کی کار دارین؟ کارخانه است، فکر میکنم کور است. احمقا یکتان ایستگه چوب کنین. بچم چی میکنی؟ سر ایوانم کسی اسلحه میکشه؟ نیکی نمیبینی ایوان بسته است. پایین که اصلیته، پایین که گفتم. حالا داخل بریم. او خواهینه باید از این خانه بیرون بکشه. تو کی هستی بچه؟ خدایا چی میشه کمکش کن، چی میشه؟ او بسیار یک انسان خوب است، لیاقت هیچ چیزا رو نداره. لطفا پیرکی از پیش روی ما به خوبی پس اگه جگر تو رو خون میکنیم. هیچ کس بدون اجازه من نمیتونه به خانه من داخل شوه. ودت صدای پیرکی به ما هیچ بیگانه معلوم نمیشه. فکر کنم ما کتیه در کدام جای روبرو شدیم. نه پیلوت، ما اگر در زندگیم یک بارم یک نفر رو ببینم نه باز هیچ یادم نمیره. سارب پیرکی رو پس کن. از اوجه پس شو پیرکی. بچم در اطراف بدون پیرکی کدام آدم عادی دیگه معلوم نمیشه. بیبی پیرکی حال خودتو نمیبینی، اما ما برات کلی چیزا توضیح میتونم. دوستم در پالیم است، سلاحش دقیقاً در مقابل روی تو قرار داره. اگه از پیش دروازه پس نشی واضح است که مغزت باد میکنه. فهمیدی یا نه؟ ها اگه میگی که ما این کارا نمیتونیم باز اشتباه میکنی. پس از پیش دروازه پس شو دیگه. بدت
خدایا چی میشه؟ کمکش کن. خدایا دیوانه میشم. علی میفهمم که صدای من میشنوی. اگر میال از سراغت نبرایی ای پیرکی از بین میره. گفته باشم. خدایا چی میشه؟ کمکش کن. خدایا چی میشه؟ 10 ثانیه وقت داری. صدای من میشنوی؟ 10 9 8 7 6 5 خدایا چی میشه؟ کمکش کن. 4 بس از پیلوت. ایره سر گپ نیار. عمیقه بس است که ما رو سرگردان کرد. راست میگی. حق تو است. کارش خلاص کن. نه علی اگه میزنی اول مرا بزن. هیچ کدام گناهی نداره. سیفدا برات نگفته بودم که بیرون نبرای. اما تو را خواهد کشتن علی. سیفدا پس شو. از اونجا پس شو. اویگار چی جریان داره بچم؟ بچم ای دختر مگم دوست دختر تو نبود؟ ای دوست دخترم است. ای بیشرف عقلش ازش گرفته. دوست دختر چی؟ ای دروغ میگه. ما هیچ وقت دوست دختری آدم پس نشدیم. صبر کرد دقیقه صبر کن. یعنی حالی آدم تو اختطاف نکده؟ ده اصل مرا ای آدم پس اختطاف کرده بود. باز علی مرا نجات داد. اویگار دختر چی میگه؟ هرچی که میگه بان که بگویه. من دوستش دارم. عاشقش هستم. چرا نمیفهمی؟ زیاد دوستش دارم. عاشقش هستم. بس نیست لعنتی. تو بر ما دروغ گفتی. یک اشتباهی بسیار کلان کردی. خصوصا به حق ما اشتباه کردی. من به تو گفته بودم که من یک خط سرخ دارم. تو شکر که یک جان قرض دارت هستم. گپ گرفتی؟ پیلوت حال نوبت توست. اگه در منطقت کدام کار مرا خراب کنی باز وقت گپ خواد زدیم. البته اگه تا وقت زنده موندی. البته هر وقت که خواسته باشی. پیرکی تو هم حقت ببخش دیگه. مزاحمت شدیم ببخشی. بریم بچه ها. سیفدا برات میگم از اونجا پس شو.
سفدا حالا پس شو، نترس، هیچ چیز نمیشه. اگه میزنی اول مرا بزن. سارپ سفدا را بگی. حالا زوجو حالا. چی میکنی ایلاکو؟ ایلاکو آدم پس. سلایت بنداز اویگار. اگو ما شرف شارمتی مستقیم دوستت میزنی و مام تو را میزنم. تصمیمت بگی. آفرین. فکر نمیکردم میقدر هوشیار باشی. سفدا کت تغرل پدر داخل برو. اما علی سفدا کاره را که گفتم بکن. بریم تغرل پدر. ما تو رختار داده بودم ایگار. تو گوش میکنی اما عقل نداری، سیل میکنی اما نمیبینی. ای تو مانا میته که تا زیر خاک نشی هوشیار نمیشی. صبر کو علی، فایر نکو. تو دیگه کی هستی؟ فقط نام آقا کورت بگویم کفایت میکنه؟ ما کاکای اویگار هستم. با خاطری که تو رو نمیشناسه یک بیعقلی کرد، با جای از او ما ازت معذرت میخوایم. این دفعه با بخشش. اویگار از این به بعد نه به تو و نه به او دختر نزدیک خواهد شد. وعده میکنم. ما به این بیشرف یک چانس دادم اما اشتباه کرد. دست لیاقت چانس دوم نداره. اما وقت نام آقا کورتا گفتی بگی از اینجا ببرش. اگه یک دفعه دیگه در مقابلم بیایی وقت قصی آقا کورتا نمیشم، میکشمش. بیا لادا. شما در اینجا چی میکنین؟ گفته بودم که از من دور باشین. تو را به خاطر روزا کلان نکردیم علی. شما واقعا به خاطر نجات اویگار بیشرف اینجا آمده بودین؟ نه، اشتباه میکنی. با نجات دادن تو آمدیم. فراموش نکن. اگر خارج از وظیفه میخوایی کسی را بکشی در پشت تشکیلات ساده نباش. کسی از شما کمک نخواسته. علی
تو کتی آدم ها غرض نگی، با خاطر که با ما بسیار بار نشستی. ایروش کنی از ذهنت بیرون نکنی. رفتن تغرل پدر. کل چیز حل شد. علی بچه، و آدمی که پیلوت نام داشت کی بود؟ تو رو میشناسی؟ مافیای خرابکار، یک آدم بیشرف از اویگار حفاظت میکنه. چرا ایده پرسان کردی؟ ای چیزی نیست بچه. او کی بود که اومده بود؟ آقا کرد بود. او به خاطر پیدا کردن بیدن هیچ کاری کردن نمیتونه. نه پدر، در وقتش زیاد پشتش گشتن اما هیچ نتیجه به دست ناوردن. علی بچه، پیش از مردن فقط اینه میخوایم ببینیم که شما دو بیادر با هم یک جا شوین. دیگه از خداوند هیچ چیزی نمیخوایم. مام پدر، مام. ودت، کاش که قرآن کریم خواندن یاد می داشتیم. حداقل یک صفحه‌شو می خوندم. برو، من خود از سرکا کلان شدیم. تو چرا یاد نگرفتی بچه ما؟ تو در سرکا کلان نشده پیلوت. وقتی پدرم تو را سرکا جمع کرد فقط که سنت زیاد کلان شده بود. تو را از مکد زیادتر دوست داشت، میفهمی؟ نه دیگه او قسم نیست. اما تو راست. مام را زیاد دوست داشتم. به من هم پدر بود و هم مادر. پدر کی کار کرده؟ پدر کی پدر
ای پدرم است. از اینجا برو بدید. راست است. ای پدرم است پیلوت. نه بچم نیست. از اینجا برو حالا. ای خب پدرم است. پدرم است بچه، پدرم است. پدرم است، پدرم است، پدر. پدر، پدر جو. پدر. گریان نکو بچیم، گریان نکو. کسی که درد بر ما داده پیداش میکنیم. او را پیدا میکنیم اصلا نصابشم. کل قومش پیدا میکنیم، کل قومش پیدا میکنیم. تا با ایشان میکنم قسم میخورم تا وقتی انتقام هر نیکو را نگیرم گریان نمیکنم. گریان نمیکنیم. نمیکنیم، گریان نمیکنیم تا وقتی که انتقام پدر ما را نگیریم کسی نباید بمره. خدا جگرخون نساز. بیادرت پیدا میکنی. من باور دارم. انشالله. او کسی که همراه اویگار بود کی بود؟ تو میفهمی؟ دقیقش نشو سیفده. درباره چیزا فکر نکن. اویگار دیگه مزاحمتون نمیشه. گپ مهم همی است. حالا داخل بریم. من نگفته بودم از او آدم دور باش؟ اگه نمیرسیدم میکشتت فامیلی؟ اگه 1000 بار بمرم بازم سیفدار پیشی او احمق نمیمانم. ای چی رقم ایلا دادن است او بچه؟ با سختی تو را از دست او آدم نجات دادم. اویگار تو حالی هم علی را نشناختی. او آدمی را که تو دیدی او دیگه توبه کده. فراموش کو، فراموش. باید یک کار کنم. اول کاکای ما طرفدار خود میسازم، باز او علی احمقه از بین میبرم.
دختر یک دانه. من زیاد پشت دق شدیم. تو خوب هستی جانم؟ مادر جان خوب استم تشویش نکن. تو چرا خانه نمیایی جان مادر؟ چرا نمیایی؟ میگو استاد علی تو را پیش ما روان کنه. چطور؟ او همیشه میگه به شما زنگ بزنم. بسیار یک آدم خوب است. پس چرا خانه نمیایی دخترم؟ من قربانت شوم. چی میشه یک بار خانه بیا؟ من پشتت بسیار دق شدیم دخترم. ما هم زیاد دق شدیم مادر. قربان خدا شوم که تو را به من داد. لطفا جا باش. چیزی نگوی. چیزی. بله صبر چی میشه؟ قطع نکو دخترم. چی میشه؟ قطع نکو. یک دقیقه گپ ما گوش کو. سیفدا ما بسیار جگرخون هستم دخترم. ما معذرت بخشش میخوایم دختر قندم. چی میشه سیفدا دخترم؟ مرا ببخش. برات وعده میکنم سیفدا بعد از این بدون خواسته تو هیچ کار نمیکنم. سرت قار نمیشم دخترم. چی میشه؟ پس به خانهت بیا سیفدا. پس به خانهت بیا لطفا. دختر قندم بگه پدرت کو. مادرت هم جگر خون است مام. لطفاً به گپ ما گوش که دختر قندم. با ما یک چانس بده. سعیس میایم. دختر با میگم میایم. دختر قندم. علی اگه ازت خواهش کنم میشه مرا تا خانم برسونی؟ پشت مادرم شام دق شدیم. البته. صبر یک دقیقه. تو چی وقت کلایت ششتی سیفدا؟ کاملا پاک شده. وقتی شما که تو دختر دو فروش مصروف بودین من رفتم کالای مشوشتم. از تو هم ده بالاست. پاک و صدره میتونی بپوشی. سعیز دو صورت میرم کالای ما تبدیل کرده پس پایین میایم. تغرل پدر شما هم حقتانه برام حلال کنین. به خاطر کل چیز بسیار زیاد تشکر. استغفر الله. زنده باشی دخترم. زنده باشی. گوش که چی میگم؟ از که است که در منطقه دوکچهشان زندگی میکنی؟ تقریبا 2 سال میشه. اما من تو هیچ وقت او اطراف ندیده بودم. تو زیاد دو منطقه می آمدی؟ البته می آمدم. مام تو را هیچ وقت ندیده بودم. راستی حالی که تو موبایل نداری پس ما چه قسم از هم دیگه احوال بگیریم؟ میگی احوال بگیریم؟ خب اگه میخوایی احوال نمیگیریم. به خاطر که تو زخمی هستی نی؟ من به خاطر پرسان کردنی که چطور شدی از این خاطر گفتم. یعنی به او خاطر بود. حالا آدرس خانه ما را خب بیازم میفهمی. هر وقت بخوایی آمده میتونی.
نه دیگه، ما چرا باید به دیدنت بیایم؟ حالا به خاطر که ما زخمی هستم نی؟ ها، قبول است. در این صورت سبا صبح به دیدنت میایم. یعنی زخمی هستی از او خاطر نی؟ خو حالا؟ چی حالا؟ همراهیم داخل نمیایی؟ به نظرم پدر و مادرم حقی را دارن بفهمن که دخترشان کی نجات دادنی؟ نه، ما نمیخوایم دی وقت مزاحمشان شوم. مزاحم چی؟ گپ ناق نزن. باز دفعه دیگه سفدا. آی علی، حالا دیگه لطفاً سیاس بریم. جان مادر، سفدا جانم، یک دانم تو آمدی. مادر سفدا دختر من. مادر یک دانم تو آمدی. خوب است مادر. ببینید اینا مال علی هستن. از پیش اویگور که فرار میکردم داخل خانهشان شدم. اینا را در بلا و درد سر انداختم مادر، اما زودی کورشان برآمد. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. حالا داخل بیاین. ما مزاحم شما نمیشم. آی مزاحم چی بچین؟ بیا. حالا دیگه لطفاً. بیا. سفدا پدر، دخترم، یک دانم. دختر قندم. تو خوب هستی نه؟ خوب هستی؟ خوب هستم پدر. هم ببینین همراه کی ما میکنم. استاد علی، کسی که من از دست او آدم پست احمق نجات داد. پدر؟